نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه تماس مستقیم و تریبون آزاد برای شما عزیزان که می توانید به طور زنده و مستقیم در این برنامه شرکت بکنید، دلگفته هایتون رو با ما و با بینندگان عزیز در میان بگذارید. این برنامه شماست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوعات این برنامه رو شما تعیین میکنید. اما قبل از اینکه تماس های شما عزیزان رو بگیریم، یکی دو موضوعی است که من دوست دارم در موردش صحبت بکنم. اول اینکه در هفته‌ای که گذشت باز هم جنایتکاران خوارج و تکفیری های گمراه در افغانستان دست به جنایت زدند و یکی از مسئولین دولتی رو در ولایت بدخشان به قتل رساندند و بعد از اون در مراسمی که مراسم فاتحه‌گیری یا عزاداری که بود، در آنجا یک ماشینی رو منفجر کردند که تعداد زیادی از مسلمانان کشته و زخمی شدند. در طول تاریخ اسلام وقتی شما ببینید این گروه گمراه و غالی، این تکفیری های خارجی از زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینها به وجود آمدن و عرض اندام کردن، جنایت آفریدن تا امروز که ما مسلمانان شاهدش هستیم. حتی به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و به کسانی که الله سبحانه و تعالی بشارت بهشتی بودن آنها رو داده بود هم اینا رحم نکردن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رساندن و حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رساندن و تعداد زیادی از صحابه رو با غدر و خیانت به شهادت رساندن و تا امروز هم این سلسله ادامه دارد. الله سبحانه و تعالی توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم امت اسلامی را همیشه به اعتدال و وسطیت امر نموده است. از غلو و افراط و تفرید مسلمان ها رو بر حذر داشته است. من بارها صحبت کردم در مورد صفات این گروه باطل و گمراه، اما دوست دارم که باز هم به طور مختصر در این برنامه صفات از این انسان‌های گمراه رو، انسان‌های تکفیری و خوارج دوران رو برای شما عزیزان بیان بکنم. یک سری صفاتی که در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک از صفاتی که در مورد خوارج بیان می‌کنن در حدیث صحیح حدثاء الاسنان، حافظ ابن حجر رحمه الله میگوید که یعنی انسان‌های جوان‌های کم سن و سال، امروز می‌بینید که جوان‌های کم سن و سالی هستند که با حفظ کردن یکی دو آیه و حدیث همه مسلمانان جهان را تکفیر می‌کنند. دیگر صفات آنها این است که سفهاء الاحلام، یعنی با احلام و با آرزوهای بیهوده و سفیه که بدور از عقل و منطق باشد اینها صحبت میکنن و نمونه‌هاش رو ما میبینیم.
غرورشون، تکبر بی جایی که دارن، حتی نماز و عبادات و ایمان مسلمان ها رو مسخره میکنن و خودشون رو برتر از همه میدانن. و خیلی هم یکی از صفاتشون که خیلی جالب است که خودشون رو خیلی انسانهای دیندار و انسانهای پاکیزه جلوه میدن و فهمشون از قرآن فقط از گلوشون پایینتر تجاوز نمیکنه. یعنی فقط آیه میخوانند، دم از قرآن میزنند، اما عمل به قرآن در وجود آنها تجلی نمی کند. و صفت دیگرشان تکفیر و حلال دانستن خون مسلمان ها است. جالب این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه می‌فرمایند که یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، اهل اسلام را میکشن و کفار و بت پرستان را رها میکنن. و ما در طی این سالهای اخیر دیدیم که در عراق، در سوریه، در خیلی از کشورها، در افغانستان با کفار، با مرتدین، با منافقین کار ندارن، با روافض کار ندارن، با صلیبی ها، با یهود و نصارا کار ندارن. همیشه در پی این هستن که در کجا علما، دعوتگران یا مردمی که به طرف مساجد و عبادتگاه ها می روند را هدف قرار بدن، چون این یک دسیسه استخباراتی است برای ضربه زدن به اسلام. باور کنید به حدی مردم رو از رفتن به مسجد ترساندن که مردم دیگه به مساجد، به نماز جمعه و عید با ترس و لرز می روند. آیا خدمتی بالاتر از این برای دشمنان اسلام می تواند یک انسان انجام بدهد؟ و بهترین دعوتگران و علمایی که تاثیرگذار بودند در جامعه اسلامی به دست اینها در طی این سالهایی که گذشت به شهادت رسیدن. و بزرگترین خدمت رو به دشمنان اسلام اینها کردن. ببینید که مثلا در عراق بعد از اینکه مسلمان ها قیام کردند در مقابل آمریکا، اینها آمدند و عراق رو دو دسته به روافض تسلیم کردند. یعنی بسیار انسان جاهل و احمق باشه که این دسیسه رو متوجه نشه که اینا در کشورهای اسلامی چیکار دارن میکنن. هر جایی که اسمی از اسلام باشه، شعاری از اسلام باشه، یا حتی در غرب میبینیم جایی که مثلا تظاهراتی مسلمان ها انجام میدن، گردهمایی صورت میگیره، اینا میان پرچمشون رو در اونجا بالا میکنن و به این وسیله همه اون جمع مسلمان رو ضربه میزنن. نگاه های همه دشمنان به سوی این جمع جلب میشود و این یک هدف برنامه ریزی شده است برای ضربه زدن به اسلام. در سوریه چیکار کردن؟ هر جایی رو که مجاهدین میرفتن میگرفتن، اینا میومدن اونجا مجاهدین رو میکشتن، فرماندهان مخلصشان رو میکشتن، انسانهای متقی علما رو میکشتن و بعد از مدتی میدیدیم که منطقه رو تحویل دادن به نظام اسد یا به روس‌ها یا به فاطمیون و روافضی که از ایران آمده بودن برای کشتار اهل سنت. خون همه این مسلمانان اهل سنتی که در عراق و سوریه و در افغانستان و خیلی از نقاط دنیا ریخته شد به دوش اینهاست. و بسیاری از مناظرین و مفکرین اینها کسانی هستند که امروز پاسپورت آلمانی و بلژیکی و دانمارکی و سوئدی تو جیبشون هست و در اونجا با پول سوسیال زندگی میکنن و در اونجا نشستن و از طریق سوشال مدیا مسلمان ها رو تکفیر میکنن که الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر امت اسلامی دور بکنه. موضوع دیگری که میخوام در موردش صحبت بکنم در این اواخر، بعد از اینکه بعضی از مسائل علمی در مورد اشتباهات عقیدتی و منهجی آقای حکمتیار رو ما در برنامه ها بیان کردیم و این وظیفه ماست. عده‌ای از دوستان یا از دلسوزی یا بر اساس فشاری که از طرف هواداران آقای حکمتیار هست پیام میفرستن، بعضیاشون شخصا اومدن که شما در مورد حکمتیار صحبت نکنید. دوستان عزیز، من این موضوع رو واضح در اینجا بگم، ما با جناب حکمتیار هیچ گونه حقد و کینه شخصی نداریم. آنچه که ما در برنامه ها ذکر کردیم انحراف از منهج اهل سنت است. من یعنی بعد از قضیه انحرافاتی که در تفسیر ایشان دیدم 100% به این نتیجه هستم
و به این نتیجه رسیدم که ایشان فکر معتزلی دارن، دانسته یا ندانسته، و به این فکر گرایش پیدا کردن و این خیلی خطرناک است برای آینده افغانستان، برای جوانان ما، و وظیفه همه علما و دعوتگران است که در مقابل این انحراف بایستند. جناب مولانا، جناب مولوی، جناب شیخ، مسئولین، ولات امر، در مقابل این انحرافات بایستیم و الا فردا فتنه و مصیبت بزرگی دامنگیر جامعه می شود. امروز خیلی از علما و دعوتگران در مجال خصوصی میگن بله این حکمتیار این اشتباهات رو داره، فلان داره، این داره، اون داره. خب میگم چرا این حرفا رو نمیگید الان؟ والله حالا دیگه وقتش نیست. نباید که انسان مجامله بکنه در امور دین. انسان نباید در امور دین مجامله بکنه. این گناه بزرگی است، گناه نابخشودنی است. از شر این افکار منحرف ملت رو باید نجات داد. عده دیگر از اینها آمدن گفتن که بله این نمیدونم فلان و علان اینها قبلا بر علیه ایران موضع‌گیری داشتن و برنامه داشتن و الان چون که عربستان سعودی با ایران روابطش خوب شده اینا افتادن به جان حکمتیار. والا این کله های گنجشکی حکمتیار پرستان و این تهی مغزان به خاطر تعصبی که دارن حاضر هستن که هر تهمت و افترایی رو به هر کسی که دوست داشتن بزنن. من در اینجا به خاطر ایضاح امر موضوعاتی رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. اول اینکه ما هیچ وقت با ایران دشمن نبودیم، با ملت ایران، با ایران دشمن نبودیم. اصلا ما قائل به این مرزهایی که در بین کشورهای اسلامی است نیستیم. همه مسلمان ها با هم برادرن و آرزوی ما این است که روزی باز کشورهای اسلامی با برداشتن این مرزهایی که استعمار در بینشان قرار داده در کنار هم برادروار زندگی بکنن. برای ما افغانی، ایرانی، ترک، عرب، عجم فرقی نمی کند. همه ما مسلمانیم و غایه و هدف ما دین است، اعلای کلمت الله است. بله، با حکومت ایران دشمنی داریم، با روافضی که با اصحاب پیامبر و ناموس پیامبر توهین میکنن، لعن و نفرین میکنن، قربتاً الی الله دشمنی داریم، عداوت داریم و هیچ وقت این عداوت و دشمنی ما به خاطر مسائل سیاسی و مصالح کشورها کم و زیاد نمیشه. آنچه که مهم است برای ما دین ماست، آنچه که مهم است برای ما عقیده ماست، آنچه که برای ما مهم است قرآن و سنت است. خدا کنه که روابط ایران با همه کشورها خوب باشه یا با همه کشورها بد باشه، این تغییری در اعتقاد ما ایجاد نمیکنه. این انسان‌های جاهل و احمق نمیدانن که ما تقریباً حدود 5 سال میشه که ما عربستان رو ترک کردیم، در عربستان سعودی زندگی نمی کنیم و زمانی که در اونجا زندگی هم می کردیم، از اونجا برنامه هم داشتیم، هیچ وقت تابع سیاسات عربستان سعودی نبودیم. و اگر کمی عقل و شعور داشته باشن به آرشیف برنامه ما مراجعه بکنن میبینن ما در زمانی که همه کشورهای اسلامی به استثنای یکی دو کشور در کنار جنایتکاران تروریستی که در مصر انقلاب کردن بر علیه حکومت منتخب مردمی مرسی رحمه الله، ما برنامه زنده داشتیم در دفاع از ملت مسلمان مصر، برنامه زنده از رابعه داشتیم از داخل عربستان سعودی. حتی یادم میاد مدیر شبکه کلمه با من تماس گرفت، بابا این خودکشی داری چی کار میکنی؟ به کی تکیه کردی؟ همون موقع من کنار استودیو بودم، کوه احد معلوم میشد. گفتم شیخ به کوه احد تکیه کردم. ما که اونجا نوشتیم به سال حق، باید حرف حق رو بزنیم. در کنار انقلاب مردم مسلمان سوریه ایستادیم، در کنار مجاهدین مسلمان عراق ایستادیم، از اونها دفاع کردیم، در کنار مبارزین و مجاهدین مسلمانی که حالا به هر اسمی باشند، طالب بود، حزب بود، هر کسی بود، در مقابل اشغال افغانستان، در مقابل آمریکای جنایتکار و ناتویی که در اونجا حضور داشتن، ما همیشه صحبت کردیم، برنامه گذاشتیم. زمانی که این علق مزغه‌های حکمتیار پرست هنوز به دنیا شاید نیامده بودند، من در مورد ولا و برا 20 سال پیش من 90 دقیقه نواری دارم که در همه جا نشر شده و عقیده خودم رو بیان کردم. حالا یکی از زیر
لاف ننش بلند شده که بله اینها نمیدونم جاسوس انگلیسن، اینا جاسوس آل سعودن، اینا وهابیان، اینا سلفیان، اینا فلانن، اینا اینن. بابا جان اگر عقل دارید، منطق دارید، علم دارید، بیاید جواب بدید. ما انحرافات فکری یا منهجی جناب حکمتیار را از کتابهاش، از صدا و تصویر خودش رو برای شما بیان کردیم. بیاید جواب بدید. خدا پرست باشید، حکمتیار پرست نباشید، حق پرست باشید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در کنار ظالم نیستید. ظالم به معنی نیست که حالا خدا نکنه فکر بکنه که ما میگیم که حکمتیار ظالم است. هر کسی که از راه حق منحرف بشه ظالم است. این افکاری که تفسیری که ایشان از قرآن داره، تفسیری که از حدیث داره، اعتقادش در مورد احادیث، این افکار اعتزالی است، افکار فرقه منحرف معتزله است. دانسته یا ندانسته افکار اونها رو داره ترویج میده در جامعه. نه حقدی داریم، نه کینه‌ای داریم با اونها. و بعضیاشون اومدن گفتن که بله اینها نمیدونم از فلان استخبارات پول میگیرن، از فلان استخبارات پول میگیرن. مگم انسان خیلی احمق باشه که این حرفا رو بزنه و احمق‌تر از اون کسایی باشن که این چیزا رو باور بکنن. اگر ما میخواستیم در خدمت استخبارات کشورها قرار بگیریم، حالا به یک نان و نوایی رسیده بودیم. ما همیشه در کنار حق ایستادیم و از حق دفاع میکنیم. شخصیت پرست نیستیم. اومده بعضیاشون گفتن که بابا حکمتیار نمیدونم 10 کتاب نوشته، شما چه نوشتید؟ ببینید الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. تعداد زیاد کتاب نوشتن دلیل حقانیت هیچ کس نیست. علامه مجلسی شیعه رافضی که بابی داره در اثبات کفر ابوبکر و عمر و عثمان، بیش از 300-400 کتاب نوشته. بهارالانوارش 110 جلد است. دلیل بر حقانیت علامه مجلسی که نیست. علامه اونا البته. خمینی، خامنه‌ای 10 کتاب نوشتن. دلیل حقانیت اونهاست؟ دلیل حقانیتی نیست که انسان کتاب زیاد نوشته. جناب حکمتیار صاحب کتاب‌های زیادی نوشتن و شما چی کار کردید؟ ایشان جهاد کردن. جهاد کردن که کردن به خاطر خدا کرده. جهاد به خاطر ما کرده. جهاد رو انسان فی سبیل الله میکنه. من جاهد لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. کسی که جهادش برای اعلای کلمت الله باشه، نه به خاطر اینکه مردم امروز نازشو بردارن، منتشو بکشن که والا جهاد کرده. جهاد رو به خاطر خدا کرده. تنها او هم جهاد نکرده. همه ملت افغانستان جهاد کردن. جهاد کرد یک مجاهد به این معنی نیست که فردا اگر هر حرف غلط و گمراهی رو زد ما بگیم که خلاص آمنا سلمنا چون که ایشان مجاهد است. این غلط است، این گمراهی است، این شخصیت پرستی است، این تقدس بیجا است. حکمتیار پرست نباشید، خدا پرست باشید. اشتباه کرده، اعتراف بکنید که اشتباه کرده. با 1001 دلیل لایتجسفک میخوان او را براعت بدن که والله حکمتیار نه اشتباه نکرده، که انه از آسمان بیرسمان افتاده و پاک و منزه است و کلامش وحی منزل است. نیست اینطوری. عده‌ای آمدن گفتن بله این عقده های حزبی و تنظیمی است و ایشان طرف نمیدونم فلان تنظیم است. خداوند لعنت بکنه همه این رهبرانی که در افغانستان سبب بدبختی ما و امثال ما میلیون ها جوان افغان شدن که امروز در کشورهای مختلف در به در آواره و مهاجر میگردن. خدا لعنت کنه اینایی که ربانی و حکمتیار و مسعود و سبقت الله مجددی و گیلانی و همه این خائنین و ظالمین و جنایتکاران رو از ببرک و حفیظ الله امین گرفته که کمونیستان ناراحت نشوند تا ترکی و نجیب و دوستم و همه این جنایتکارانی که در طول این 40 سال ملت را به خاک و خون کشیدن. امروز سبب بدبختی ملت افغانستان کی است مگر غیر از این رهبران جنایتکار و ظالم و خائن ما هستند؟ که اگر این بیشرف ها دیروز در سر یک سفره می نشستن و با هم جور می آمدن و ملت رو به این حال و روز نمی انداختن، کابل و ویران نمی کردن، افغانستان رو به خاک و خون نمی کشیدن، اینا همون جنایتکاران هستند. خداوند همه اینا رو در دنیا و آخرت لعنت بکنه. به خدا قسم من
حتی بدترین دشمنهای خودم رو لعنت نمی کنم، چون به این قائل هستم که انسانی که زنده است رو نباید لعنت کرد. شاید فردا هدایت بشه، اما اینا اگر فردا هدایت هم بشن، اگر اینا فردا توبه هم بکنن، چطور امکان داره که خون هزاران جوان مسلمان، زن و مرد و پیر کابل و عموم افغانستان که به خاطر تنظیم جنگی ها، به خاطر شهوت قدرت این ظالمین از خدا ناترس به خاک و خون کشیده شدن، مگر ملت اینو فراموش میکنن و اگر الله اینو میبخشه؟ این حق الناس است. خانه های هزاران نفر رو مگر امینا در تنظیم جنگی‌هایشان خراب نکردن؟ مگر سگ‌های اینا قلم و چمن و زرداد و فلان و چه در حزب بود، چه در جمعیت بود، چه در جنبش بود، چه در محقق و مزاری و کابلی و جنایتکاران رافضی و احزاب افتگانه و دوازدگانه، همه اینها در خون این ملت دست دارن، همه اینها در خرابی این کشور دست دارن. خداوند همه اینها رو در دنیا و آخرت لعنت بکنه، رسوای دنیا و آخرت بگردانه که سبب بدبختی و بیچارگی میلیون ها نفر افغان بیگناه شدن. امروز جوانان ما در سر مرز ایران در یک ماشینی که 4 نفر سرنشین باید بشانن، 17-18 نفر جوان افغان رو در اونجا در صندوق و در صندلی عقب و در همه جا مانند حیوانات در اونجا، باور کنید حیوانات رو کسی اونجا جا نمیکنه. این قاچاقچیای لامصب اینها رو در این ماشین ها قاچاق میبرن به ایران. به خاطر چی؟ به خاطر یک لقمه نان، به خاطر که این رهبرای جنایتکار و خبیث و دیوس ما اگر اینها وطن فروشی نمی کردن، اگر اینها خیانت نمی کردن، ملت ما، جوانان ما به این روز حال می رسیدن؟ جوانان ما چرا در آبهای یونان غرق بشن؟ جوانان ما در اروپا و آمریکا چرا باید سگشویی؟ و به خدا قسم یک جوان متدینی که 5 وقت نمازش کنده نبود، به قول افغانها روزش، مسلمان متدین، به من تماس میگیره میگه از مجبوری من دارم در یک جای کار میکنم که گوشت خوب مجبورم برای کسانی که در اونجا میان تقدیم بکنم. حکمش چی است؟ اگر این کارو نکنم از گرسنگی میمیرم. سبب این بدبختی جوانان ما، این همه افغانهایی که در سراسر دنیا بدبخت و بیچاره میگردن، در مرز ترکیه روزانه ما در اونجا افغانهایی که از گرسنگی، تشنگی، سردی، از برف جان میدن، در ایران، در پاکستان هزاران نفر از خواهران ما، مادران ما، پیر ما، جوان ما در زندانهای پاکستان به آنها تجاوز میشه، اهانت میشه، شکنجه میشن به خاطر شما رهبرای دیوس بی غیرت که یک عمر در افغانستان غیر از خیانت کار دیگری نکردید. حتی در دوران جهادم نصف جهاد شما در تنظیم جنگی و برادرکشی گذشته. 2 دسته آخر افغانستان رو به آمریکا و به صلیبی‌ها تحویل دادید. ما نه طرف این تنظیم هستیم نه طرف آن تنظیم. نمیخواستم بحث‌های سیاسی رو باز بکنم، این مسائل رو بگم، دوستم ندارم. بحث ما بحث علمی مطلق بود. آقا در تفسیرش اشتباه هست، در فهمش از احادیث و آیات اشتباه هست، بیان کردیم. این فلان تنظیم است، این طرف فلان رهبر است. نه بحث ما سیاسی است نه بحث ما تنظیمی است. اگر بخواید این رو باز میکنیم. والله برنامه بگذارم روزانه 1 ساعت در مورد جنایت این تنظیمات تک تکشون براتون صحبت بکنم. تلفن رو باز بکنیم که ملت مسلمان ما، ملت رنج دیده ما در مورد جنایت های این رهبران خائن و وطن فروش ما چی میگن. فرزندانشان در بهترین دانشگاه های شرق و غرب و کشورهای عربی درس میخوانند. ملت بیچاره ما نان برای خوردن ندارن از دست این جنایتکاران. به کی نفروختن افغانستان رو؟ عده‌ای به ایران فروختن، عده‌ای به پاکستان فروختن، عده‌ای به سعودی فروختن، عده‌ای به آمریکا فروختن، عده‌ای به روسیه فروختن، عده‌ای به چین فروختن. بعدم افتخارم میکنیم که ما ملت قهرمان افغانستان، ما این رهبران بی غیرت ما، رهبران جنایتکار ما. بعد تعجب من در این است که هنوز هم 4 نفر انسان احمق توهین مغز پیدا میشه که از اینها تا سرحد کفرم دفاع میکنه. یکیش نوشته خب جناب حکمتی هستم، این تفسیری که از مرغان حضرت ابراهیم کرده این تفسیر دقیق و علمی است. احمق بیشور. عبدالله ابن عباس صحابی پیامبر، شاگرد پیامبر، حبر امت، تفسیر میکنه میگه حضرت ابراهیم 4 تا مرغ رو کشت، تیکه تیکه کرد، مخلوط کرد، در کوها گذاشت، صدا کرد، آمد. حکمتیار میگه نه، اینا رو
کنه علیه بالله ابراهیم علیه السلام بودنباز و کفترباز بوده که اینا رو آموخته کرده و خودش بعد سر کو گذاشته، بعد صداش کرده و شپراق زده بیا. بعد میگه حرف حکمتیار دقیق تر است. حرف صحابه رو رد میکنن، حدیث پیامبر رو رد میکنن، حرف حکمتیار نباید رد بشه. نه کی از حکمتیار که حرفش نباید رد بشه؟ بعد دیدیم ادبشون، اخلاقشون، برخوردشون، صحبت هایی که میکنن، لحن پر از حقد و کینه ای که دارن، قضیه رو نمیدونم سلفیت و وهابیت و اینا. چرا میخواید سیاه نمایی بکنید؟ چرا مردم میخواید از حق منحرف بکنید؟ حتی دعوتگرانی که ما چقدر به اونها اعتقاد داشتیم که انسانهای مخلصی هستن، اما وقتی که مسئله حکمتیار پرستی آمد، دین و اسلام و شریعت و قرآن و سنت و همه رو پشت پا میزنن. تکفیری ها هستن، سلفی ها هستن، وهابی هستن، چه ربطی داره؟ انقدر که ما تکفیر شدیم توسط تکفیری ها، شما نشدید. وانگهی من یک پیامی دارم به خود حکمتیار. جناب آقای حکمتیار، آیا یکی از برادرانی که دکترا در حدیث داره از دانشگاه اسلامی در نزد شما نیامد؟ انحرافات شما در فهم حدیث را مکتوب به دست شما نداد؟ با شما در جریان جلسه‌ای که حدود 2-3 ساعت دوام پیدا کرد مناقشه نکرد؟ برداشت‌های خطای منهجی شما را بیان نکرد؟ جناب مولانا عبدالسلام عابد مگر با شما در جلسه خصوصی ننشست انحرافات شما را در فهم سنت پیامبر بیان نکرد؟ همین جناب وزین صاحب که معاون شما بودن در انتخابات، آیا انحرافاتی که در فهم شما از احادیث هست طی یک مقاله بیان نکردن؟ چرا گوش نمی کنید به حرف اونها؟ چرا بر باطل خود دارید اصرار می کنید؟ انسان باید حق رو قبول بکنه. آیا یک رد علمی بر گفته های این علمایی که با شما نشستن، اشتباهات شما را بیان کردن دادید؟ نکردید. و این خیانت است. خیانت به دین است. کسانی که سکوت میکنن و کسانی که طرفداری بیجا میکنن. شخصیت پرست نباشید، رهبر پرست نباشید، تنظیم پرست نباشید. والله الذی لا اله الا هو، نه با حزب و نه با حکمتیار نه حقد داریم، نه کینه داریم، نه دشمنی شخصی داریم. حرف ما حرف دین است، حرف قرآن و سنت است، حرف کسی است که داره تفسیر اشتباه و غلط برخلاف اجماع امت به خورد مردم میده که نباید این کار رو بکنه. از همین لحظه به بعد دوستان عزیز شما می توانید تماس بگیرید و دلگفته‌های خودتون رو بیان بکنید. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی توفیق هدایت نصیب بکنه، هم به جناب حکمتیار، هم به ما و هم به حکمتیار پرستان و شخصیت پرستان. سلام علیکم، بفرمایید. دوستان عزیزی که تماسشون برقرار میشه لطف بکنن صدای گیرندهشون رو ببندن و با ما از طریق تلفن صحبت بکنن و سعی کنید وقتی تماس میگیرید مشکل اینترنت نداشته باشید. اگر از طریق موبایل تماس میگیرید جاتون رو عوض بکنید تا صدای شما رو ما واضح و آشکار داشته باشیم. بله، سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید.
بیننده گرامی سلام علیکم. من احساس می کنم که خط تماس ها مشکلی داره. چون تماس بینندگان وصل نمیشه. خب دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاهی میبینیم تا ببینیم که مشکل تماس ها چی است. انشاءالله بعد از این میان برنامه دوباره خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس های شما بزرگواران را خواهیم داشت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. مثل اینکه مشکل رو دوستان برطرف کردن، تماس بیننده عزیز رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری، خوب هستین؟ سلامت باشید. آقای انصاری، من میخواستم از برنامه خوب شما خیلی تشکر کنم. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. خیلی لطف دارین. استاد انصاری، من خودم میخواستم بگم که من خودم شیعه رافضی بودم که الحمدلله به فضل الله ثم به فضل شما موحد شدم. الله سبحانه و تعالی به شما صبر و استقامت نصیب بکنه. خیلی متشکرم از شما. میخواستم که تو برنامه تجدید ایمان کنم، که اجازه بدین. زنده باشید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله اکبر. الله مطالب ستون بکنه و به شما صبر و ثبات و استقامت نصیب بکنه. شما متشکرم. زنده باشید. الله عز و جل شما رو حفظ کنه، در سنگر حق شما رو حفظ کنه. سلامت باشید. زنده باشید برادر عزیز. خدا نگهدار شما. خداحافظ. بیننده پرسیدن که نظرتون در مورد قرآنیون چی است؟ کسانی که حدیث رو رد میکنن و امثال حسن فرهان المالکی و عدنان ابراهیم. اینها ببینید، قضیه رد کردن احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این از صدر اسلام تقریبا میشه گفت از قرن چهارم شروع شد که بعضیا در مقابل عقلگرایی و الحاد و اینها اومدن بعضی از مسائلی که در قرآن و سنت وجود داشت خواستن توجیه بکنن. مثل همین قضیه کشتن مرغ‌ها توسط ابراهیم علیه السلام که آقای حکمتیار این رو رد کرده، خواستن این رو طوری به اصطلاح تشریح بکنن، تفسیر بکنن که به عقل مردم جور در بیاد. خیلی از احادیث رو اومدن
انکار کردن، گفتم به خاطر اینکه با عقل جور در نمیاد. مثلا معراج رو انکار کردن، معجزات رو انکار کردن، گفتن اینا با عقل جور نمیاد. هر چیزی که با عقل جور نیامد رو انکار بکنن. من در یکی از برنامه خدمت شما عزیزان بیان کردم که عقل انسان در یک سطحی هست و کلام الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم که کلام ایشان هم وحی است و ما ینطق عن الهوا، در جایگاه بالایی از عقل و منطق و علم قرار داره. انسان نمیتونه با عقل خودش درک بکنه خیلی از اون مسائلی رو که در جایگاه بالایی از عقل و منطق قرار داره. شاید بعضی بگن نه، ما انسان ها باید همه چیز رو درک بکنیم، همه چیز رو باید ببینیم. خب بفرما جناب انسان، شما الان برو بیرون در هوای آفتابی 1 دقیقه به طرف خورشید نگاه بکن. در این 1 دقیقه همه عصبهای بینایی شما میسوزه و شما میشید کور، دیگه نمیتونید هیچی رو ببینید. خورشید یکی از مخلوقات خیلی کوچیک الله سبحانه و تعالی است. شما نمیتونید 1 دقیقه تأمل دیدنش رو بکنید. چطور میخواهید که با این عقل بشریتون همه اسرار کائنات رو، همه اسرار ملکوت رو درک بکنید؟ به خاطر همین صفت انسان مسلمان این است که آنچه که در قرآن و سنت صحیح، این وقتی ما میگیم که حدیث، این نیست که حدیثی که آمد شما باید قبول بکنید بدون چون و چرا. حدیثی که طبق شروط و یک منهج خاصی درجه صحت رسیده باشه و صحتش ثابت شده باشه، مثل احادیثی که در بخاری هست، در مسلم هست و در کتب دیگر که علما در طول 1400 سال زحمت کشیدن، اینها رو تنقیح کردن، تصحیح کردن، برای ما تمیز امروز طبق یک منهجی، طبق یک اصولی، همینطور فله‌ای نه، هوایی نه، برای ما رساندن. پس این مسائلی که امروز شاید عقل یک انسان اون رو نمیتونه درک بکنه، به معنی این نیست که اتفاق نیفتاده. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 شبه از مکه به بیت المقدس و از آنجا به آسمان عروج میکنن. تا 100 سال پیش هر ملحدی غیر مسلمانی، حتی شاید بعضی از مسلمانان شکاک، چطور امکان داره 1 شبه از مکه بره بیت المقدس؟ کاروان با یعنی حرکت بکنه، اسب تندرو هم باشه 3 ماه طول میکشه تا اونجا برسه، یا خیلی هم تک سوار بخواد که بتازه شب و روز، شاید در 1 هفته یا در 2 هفته برسه. این چطور پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 شبه به اونجا رسید؟ الان هم فاصله بین مثلا فرودگاه جده تا فرودگاه مدینه حدود 30 دقیقه است. از فرودگاه مدینه تا فرودگاه تبوک حدود 45 دقیقه است. یعنی بر این اساس میتونیم بگیم که شما ظرف 2 ساعت میتونی از مکه مکرمه توسط هواپیما به فلسطین برسی. 3 ساعت، 2 ساعت 45 دقیقه شما از فرودگاه منطقه مکه مکرمه میتونی، از فرودگاه جده میتونی به کجا برسی؟ به استانبول برسی. ببینید این مسافات رو امروز توسط هواپیماهای غول‌پیکر، سری و سیر الان هم دارن روش کار میکنن. میگفتم این چطور اسبی بوده که پیامبر سوارش میشه بعد این پرواز میکنه میره به این سرعت؟ امروز الان تو خیلی از شهرهای دنیا دارن رو قضیه تاکسی هوایی دارن کار میکنن که شما زنگ میزنید تاکسی هوایی میاد، به شکل یک هلیکوپتر هست، البته نه با اون سر و صدا و چرخ و فلان و این چیزا، میاد جلوی خونت، سوار میشی، هر گوشه شهر که بخوای شما رو میرسن. الان مثلا در دبی داره این چیز داره تجربه میشه. پس امروز برای اونایی که تکنولوژی مثلا تاکسی هوایی رو دیدن، هواپیما رو دیدن، قبول براق یا همون اسبی که پیامبر سوار شدن و 1 شبه رفتن به بیت المقدس و به آسمان الان قابل قبول هست، اما 100 سال پیش قابل قبول نبود برای بشر، چون که عقل بشر ندیده بود این چیزها رو، درک نکرده بود این چیزها رو. به همین دلیل خیلی از مسائلی که امروز در احادیث وجود داره
که انسان‌ها مثلا یک حدیث جالبی برام بود که میگن از علامات قیامت این است که کفش‌ها سخن میگویند. برای مردم جالب بود که چطور امکان داره کفش سخن بگه. چند روز پیش یک سایت علمی خوندم که الان دارن برای انسان‌های کور دارن کفش‌هایی رو دارن طراحی میکنن که این کفش توسط به اصطلاح بیسیم و گوشی‌هایی که در گوش نصب میشه میتونه به انسان کور بگه که اینجا جلوی تو مثلا دیوار هست، جوی آب هست، ماشین هست، الان اینجا خیابان فلان هست، اینجا در خونت هست، اینجا در آپارتمانت هست. همه این چیزها رو مثل گوگل مپ بهش میگه. ببینید خیلی از چیزایی است که شاید عقل جناب حکمتیار و قرآنیون و حسن فرهان و نمیدونم عدنان ابراهیم و اینها کار نکنه، اما به این معنی نیست که اینها وجود نداره. مشکل قرآنیون همین است که میخوان هر چیز رو که با عقل و منطقشون جور نیاد رد بکنن. به خاطر همین به گمراهی رفتن. انکار حدیث یعنی انکار اسلام. انکار وحی بودن حدیث یعنی انکار قرآن کریم و این منتهی به زندقه و کفر میشه. والعیاذ بالله. عدنان ابراهیم بعد از یک فتره‌ای که گمراهی طولانی داشت آمد توبه کرد از اون حرفاش، از اون افکارش. قضیه اون که تموم شد رفت. حسن فرهان المالکی شیعه شد. بعد اومد خیلی از افکار روافض رو نشر و پخش میکرد و از سرنوشتش الان اطلاع ندارم، فکر میکنم شاید زندان باشه. به هر صورت اینها انسانهای منحرفی هستن که قابل این نیستن که ما از اونها پیروی بکنیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب هستید؟ سلامت باشید، بفرمایید. استاد محترم فقط زنگ زدم یک خواهش کوچک داشتم. بفرمایید. استاد محترم در ارتباط به ایناس حکمتیار و این موضوعاتی که بالا گرفت درباره کتابشان شما و استاد صدا، من خواهش کوچک داشتم، گفتم نمیشد این مسئله را، این موضوع را اگر کتبی بنویسین یک بار شما اونا محل شاهد میخوان بعض بیانا رو اونا پیش آوردن و میگن که اشتباه درک شده و از این مسائل شاید اگر کتبی همین را نوشته کنین با هم دیگر تبادل نظر کنین، بعد از اینکه اگر به نتیجه نرسیدین باز آهسته آهسته روی پرده تلویزیون به یک نه بهانه بر اونا بانه و نه که نه کدام موضوع گنگ باشه بین هم. برادر عزیز و بزرگوار، من از احساسات یعنی پاک شما را قدردانی می کنم. ببینید این موضوع در کتاب‌های ایشان بود و هست و من نشان دادم تا وقتی که در لابلای کتاب‌ها بود ما به شکل پنهانی به عنوان یک مسلمان وظیفه اول ما چی است؟ که بریم پنهانی نصیحت بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر یک از شروطش این است که انسان میره کسی اشتباهی رو دید، میره در گوشه تنهایی به او گوش زد میکنه. و ما نه یک نفر نه دو نفر چندین نفر از علمای بزرگ رفتن به جناب حکمتیار صاحب این مشکلاتی را که در کتاب‌های ایشان داشت گوشزد کردن. جناب مولانا عبدالسلام عابد، جناب دکتر احسان الله مبارز، جناب دکتر وزین و ده ها نفر از علما و طلاب علم رفتن از نزدیک صحبت کردن این رو. و من بارها به علمایی که از افغانستان می آمدن در مواسم حج عمره با اونا دیدار داشتم میگفتم به جناب حکمتیار صاحب بگین که این اشتباهاتشان را اصلاح بکنن. این حرف من نیست، به خاطر محمد انصاری این کارو نکنن، این خطای منهجی است. ما تا وقتی که در لابلای کتاب ها بود گاهی دیدید ما این مسائل رو در تلویزیون صحبت کرده باشیم. مثلا من 12 سال برنامه آن روی سکه داشتم در وصال حق، گاهی اوقات دیدید که من این مسائل رو صحبت کرده باشم؟ نکردم. جناب حکمتیار صاحب چند ماهی میشه که یک درس شرح صحیح بخاری به نام حکمت الباری دارن، در تلویزیون بریا پخش میشود و هر درس بعد از تقریبا نیم ساعت یک ساعت بعد از اینکه درس به پایان میرسه کلیپ ویدیویش هم در صفحه یوتیوب میگذارن. الان دیگه مسئله پنهانی نیست، الان مسئله آشکار است. ایشان آشکارا میان همان عقایدی را که در کتابهایشان بوده میان بیان میکنن.
آیا وظیفه من و شما به عنوان یک مسلمان این نیست که اشتباهی رو که میبینیم به خاطر هدایت، به خاطر حفظ عقیده فرزندانمان، برادران و خواهران مسلمانمان بیان بکنیم؟ الان همین قضیه مثلا مرغای حضرت ابراهیم، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حرفش برای شما حجت است یا حرف حکمتیار صاحب؟ شما جواب بدید. ابن عباس میگه که حضرت ابراهیم 4 دانه مرغ را آورد، ذبح کرد، قطعه قطعه کرد، در سر کوها گذاشت و اینا را صدا کرد، اینا آمدن. حکمتیار صاحب با قاطعیت میگه که این 4 تا مرغ را نه کشت، نه ذبح کرد، نه گدوات کرد، فقط اینا رو آموخته کرد، یک چند روز با خودش رام کرد، بعد از این اینا رو سر کوها گذاشت، صدا کرد، اینا به طرف ابراهیم آمدن. منم متن پشتو رو از کتابش خواندم، اگر اشتباه ترجمه کرده باشم شما بفرمایید که اشتباه ترجمه کردید. الان آیا وظیفه ما نیست که بگیم جناب حکمتیار اینجا شما اشتباه کردید، این تفسیر شما تفسیر معتزله است، تفسیر عقلگرایاست، تفسیر کسانی است که منکر سنت هستند. الان من حرف رسول الله را قبول بکنم، حرف ابن عباس حبر امت را قبول بکنم، یا حرف حکمتیار را قبول بکنم؟ استاد حرف صحابه و رسول الله استاد نمیفهمم تفسیر نوشتن، بس دائم بس برانگیز بوده. اینا باید حداقلش اگر تفسیر نوشته کردن یا کتاب نوشته کردن، یک بار کتاب خود به علما میدادن که یک تصدیق از علما خود میگرفتن. حرف ما هم همین است، حرف ما هم همین است. خب خیر، فکر کنم استاد در تفسیر چون اونا هم دردسرای زیاد داشتن شاید عجله کرده باشن. درست. یا کسای چندین برنامه دیگه را که میدم حتی کسایی گفتن که در تفسیرش بعض دیگرها هم اضافه کرده و نوشته توسط شاگردانش هم صورت گرفته که والله اعلم. دیگه فقط از خاطر از امیک میگفتم تو دسته نشویم، نشه که بحث آهسته آهسته به تکفیر بخیزه و بحث به سر عقیده بیایه و موضوع اشاعره و اثریا و ماتریدی بس بالاتر. نه ما با اونا کار نداریم، ما با اشعری و ماتریدی و اختلافات کلامی و اعتقادی کار نداریم. ببینید برادر عزیز، من اگر مثلا شما اسمتون چی است؟ میتونم بپرسم؟ محمد جان. مثلا شما اگر دیدید که من محمد انصاری آمدم یک مسئله دین رو اشتباه گفتم، آیا وظیفه شما نیست که به من زنگ بزنید بگید آقای انصاری اینجا اشتباه گفتی، این حرف تو مخالف قرآن و سنت است؟ صحیح است یا نه؟ درست است؟ الان من از شما یک سوال میپرسم برادر محمد جان، آیا حدیث پیامبر وحی است یا نیست؟ قطعاً که وحی است. خب من این موضوع را استاد محترم در برنامه دیگه هم یاد کردم، خصوصا حدیث بریره رضی الله تعالی عنه که هست که خانمش در بازار مدینه در حال رفتار بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه دادن که با ایشان دوباره ازدواج کنین و ایشان انکار کردن و پرسیدن که آیا امری است که امری است که میکنی و یا نظر میتی، و ایشان فرمودن که نه فقط نظر میتم، به الفاظ خود میگم. درست دیگه قطعاً که ما انتقل هوا. درست. خب الان شما پشتو میفهمید؟ استاد محترم پشتوی ما خوب نیست. حالا من یک متن میخوانم شاید بینندگان بفهمن. صفحه تلویزیون رو نگاه بکنید، متضاد روایات مذهبی اختلافات، صفحه 327. جناب حکمتیار میفرمایند که داد طول و خرافی مذاهب و گد بنصده، میگه که این اساس و پایه همه مذاهب خرافی است. سوک چوای رسول الله صلی الله علیه و سلم ته پر قرآن سرپیره وای شوی اغوی په حقیقت کې د دغو منحرف او دین دښمنو دلو ملتیا کوي، د دغو تکمارانو تبر تلاستی اچوي او د دغوی غلط مشرب مضبوطوي. به کسانی که بگویند که بعد از غیر از قرآن وحی دیگری هم بر پیامبر شده است، اینها در حقیقت انسانهای منحرفن، دشمن دینن، با دشمنان دین همکاری میکنن و این انسانهای دغلباز و فریبکار به تبر اینها دسته میدن و اینا که هستن به اصطلاح روششان و مشربشان
غلط است و همین راه و روش غلط و مشرب غلط آنها را مضبوط میکنن، یعنی مستحکم میکنن. شما رو با خدا این حرف آیا مخالف قرآن و سنت هست یا نیست؟ الله حفظتان کنه. ظاهر حرف واضح معلوم میشه. من گفتم ما در این فکر هستم که اگر چنین نوشته، اگر اشتباه ما درک کردیم و یا مثلا اشتباه املایی بوده، از این بفرمایید. نه استاد محترم چی بگم؟ دقیقاً حرف منم همین است. اگر که من اشتباه ترجمه کردم بیان بگن که انصاری شما اشتباه ترجمه کردی. اگر حکمتی صاحب اشتباه نوشته یک بیانیه صادر بکنه بگه در صفحه 237 کتاب من این مطلبی که نوشتم اشتباه بوده، اشتباه تایپی است. اشتباه درک شده. بله، یا اشتباه درک شده. بله. زنده باشید محمد جان. الله متعال کنه شما. سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام و رحمت الله و برکاته. قضیه خدای نکرده حقد و کینه و ضد کردن با کسی نیست. من در برنامه دیگری هم گفتم که یعنی ما هیچ مشکل شخصی با شخص جناب حکمتیار و با هیچ کسی دیگری نداریم. ما یک دعوتگریم. آنچه که فهم ما از قرآن و سنت هست سعی میکنیم بیان بکنیم. نه ادعا کردیم که ما متخصص تفسیریم، نه ادعا کردیم متخصص سنتیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه ای را از من اگر میتوانید به مردم تبلیغ بکنید برسانید و ما این وظیفه خودمون را انجام میدیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم با استاد صحبت کنم. صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید برادر عزیز. استاد جان الله مهربان نگهبانتون باشه. سلامت باشید، زنده باشید. در بلندی در این دنیا و در آخرت نصیب روزتون گردید. زنده باشید برادر عزیز. برای شما همچنان. آمین. استاد جان مهاجر هستم از فدراسیون روسیه، تاجیک. بفرمایید برادر عزیز تاجیک. میخواستم استاد جانم در مسئله ما در یک مغازه داریم کار و فعالیت داریم. در این مغازه لباس‌های غیر اسلامی فروخته می شود. درست. مثلا لباس‌های زنانه غیر اسلامی یا که تجهیزات‌های برای موسیقی. درست. همین در همین نمود مثلا لباس‌ها و نمود چیزایی که غیر اسلامی فروخته می شود در همین مغازه. استاد جان همین کاری ما مثلا درست هست درست نیست؟ باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. استاد جان من بخشش وقت نمیگیرم. خواهش میکنم. عین حال همین نمود تجارت در بین برادران تاجیک خیلی هم مثلا با سرعت افزوده ایستاده است. خیلی هم مردم تاجیک به همین نمود تجارت رو آوردن. مثلا از مبلغ این تجارت حج میروند، خیر میکنند، زکات میدهند و غیره ها. درباره همین هم صحبت میکردیم استاد جان. چه نوع تجارت؟ تجارت استاد جان تجارتی مال و محصولاتی لباسه و مثلا لباسه. درست. باشه چشم. خب استاد جان الله مهربان زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار. ببینید خرید و فروش آلات موسیقی و وسایلی که در لهو و لعب و منکرات استفاده میشه جایز نیست، شرعاً حرام است. مثلا کسی بیاد گیتار و پیانو و این چیزایی که برای موسیقی استفاده میشه، طبل و اینا رو تجارتشو بکنه، خرید و فروش بکنه، این حرام است. اصلا این کار از ریشه و اساس حرام است، جایز نیست. نه کار کردن در همچین مغازه جایز است و نه کسی که اصلا تجارت این کارا رو بکنه جایز است. تجارت در آلات و وسایلی که برای فسق و فجور استفاده میشه، آلات جنسی باشه یا هر چیز دیگری باشه، جایز نیست، حرام است. تجارت در شراب، تجارت در به اصطلاح در جایی که در اونجا معاملات ربوی صورت میگیره، سود، جایز نیست. تجارت در رستوران ها یا مغازه هایی که حتی کار کردن که در اونجا گوشت خوک، شراب و چیزایی که حرام هست در دین در اونجا خرید و فروش میشه جایز نیست. چون
رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در مورد سود بیان میکنن و این همه این منکرات رو در بر میگیره که کسی که میده، کسی که میگیره، کسی که مینویسه، کسی که شهادت میده، همه اینها مورد لعن قرار میگیرن. پس اصل بر این است که و تعاونوا علی البر و التقوی، با هم همکاری بکنید در چی؟ در اعمال نیک و اعمالی که در او تقوا و پرهیزگاری است. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و در کارهایی که در اونجا گناه هست و عداوت و دشمنی هست در اونجا کار نکنین و همکاری نکنید. این را اساس باید قرار بدهد انسان. در مورد لباس خب موضوع کمی پیچیده است، چون همین لباسی رو که شما شاید به عنوان لباسی که مخصوص خانم هاست در خانه پیش شوهرش باید بپوشه، خانم میاد این لباس رو میخره در کوچه و بازار میپوشه، خب این گناهش به گردن خودش است، به گردن شما نیست. اما یک سری لباس هایی است که مثلا شعار کفار هست، مثل لباس های کشیش ها یا بعضی لباس هایی که شعار کفار هست، فروختنش، تجارتش جایز نیست. اما انسان الان میخواد کار بکنه، مثل قضیه که در شروع برنامه ذکر کردم. برادری میگه که مجبور هستم کار بکنم، در ماکدونالدز کار میکنم، در اونجا مجبورم گاهی اوقات مشتری میاد و مثلا برگر گوشت خوک میخواد و من مجبورم که نمیتونم بگم من درست نمی کنم، چون الان وقت کارم است، وظیفه‌م است، براش درست میکنم. حکم این چیست؟ ببینید، ما در یک قاعده کلی در اسلام این است که انسان اگر مجبور باشد، مضطر باشد، یعنی چاره دیگری نداشته باشد، به طور مثال از گرسنگی دارد تلف می شود، در اون صورت خوردن گوشت خوک و سگ و گربه هم جایز است، به قدری که انسان این سد رمق بشود، یعنی گرسنگی انسان برطرف بشود. به مجردی که احساس کردی که مثلا قوتی گرفتی، گرسنگی برطرف شد، نباید که شکم سیر بخوری. دقیقاً همین رو میتونیم، همین معیار رو در کار و در وظایفی که وجود داره. شما مادامی که مجبور هستی، چاره دیگری نداری، اگر مثلا کرایه خونه رو ندید تو رو از خونه بیرون میاندازن، اگر مثلا تاکسی رو که بالای تو هست ندید تو رو شاید مثلا زندان بکنن، در اون صورت انسان مجبوری میتونه در این اماکن تا اندازه‌ای که رفع احتیاجاتش بشه کار بکنه. اما اصل بر این است که اگر انسان به خاطر خدا، به خاطر تقوا و پرهیزگاری عملی رو که در اون شبهه است، در اون گناه است، ترک بکنه و از الله بخواد که کاری رو براش آسان بکنه که در اون خیر هست، در اون پاکی هست، در اون حلال هست، الله سبحانه و تعالی راه رو براش وعده کرده است. ببینید، این یقین داشتن به وعده الله سبحانه و تعالی خیلی مهم هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کرد الله راه رو برای او باز می کند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکلش به الله باشه الله سبحانه و تعالی برای او کافی است. میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی به او روزی میده که اصلا فکرش هم نکرد، اصلا تصورش هم نکرده. این رو سرلوحه زندگی خودتون قرار بدید در همه امور. ببینید، این تقوا خیلی مهم هست. انسان در همه چیز، الان انسان مثلا میاد در مورد یک شخصی میخواد صحبت بکنه، میخواد رد علمی بده مثلا به یک شخص. ما میبینیم الان حزبیا که دارن کامنت میدن زیر چیزای ما، نمیدونم شما تکفیری، شما سلفی، شما نوکر فلان، شما جاسوس فلان. یعنی اینجاست که تقوا معلوم میشه. درست است که با کسی دشمنی داری، اما سعی کن که این تقوا و پرهیزگاری رو زیر پا نکنی، تهمت نزنی، این صفت مؤمن نیست. افترا نبندی، صفت مؤمن نیست. دروغ نگی، صفت مؤمن نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی. شما رو به خدا اگر این رو ما سلوحه معاشرتمون با مردم قرار بدیم، دوستی نکن مگر با مؤمن، غذای تو را نخورد
مگر انسان متقی. یعنی چی؟ دوست میگیری انسان مؤمن رو دوست بگیر. حداقلش این است که تو رو میبره به مسجد، تو رو میبره به راه درست، نصیحتت میکنه، تو رو از اشتباه، از گناه باز میداره. ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی مهمان نکن در خانه خود مگر انسان متقی رو. انسان متقی رو وقتی در خونه خودت مهمان میکنی، چشمش به ناموس تو نیست، چشمش به مال تو نیست، چشمش به جان تو نیست، غیبتت رو نمیکنه، بهتان به تو نمیبنده، افتراه نمیبنده. پس اگر این رو ما عمل بکنیم بهش در زندگی عملی خودمون، در معاشرتمون با مردم، چقدر زندگی های ما راحت میشه، چقدر ما احساس آرامش میکنیم. امروز 99% مشکلات ما از امین است که ما با انسانهای بد سر و کار داریم، با انسانهای بد دوستیم، داریم گناه میکنیم. نمیگه به ما که داری گناه میکنی، امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه. انسان متقی ساکت نمیشینه، میگه نه خیر اینجا اشتباه کردی، این کار تو غلط است، اصلاح کن خودتو. پس در همه امورمان الله رو در نظر بگیریم. هر کاری که میکنیم یقین داشته باشیم که پروردگارمان ما رو داره. این یه درجه مهمی از درجه احسان در ایمان، در ارکان ایمان که بهش میگن ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این رو خدا رو در نظر بگیرید در همه کارهایتون. مثلا الان میری در یک مغازه، ماهانه به شما $1000 میده، اما در اونجا مثلا همین آلات موسیقی رو شما میفروشی در بین بقیه چیزایی که هست. جای دیگه میگه که به شما 500 میدم، اما در اینجا لباسهای اسلامی رو میفروشی. الان در اینجا تقوای شما آشکار میشه. چی میگی؟ خب میرم به خاطر خدا همون $500 رو قبول میکنم، از اون $1000 صرف نظر میکنی. کسی دیگری میره $1000 رو قبول میکنه، میگه بابا $1000 خیلیه، لااقل کرایه خونم هم میشه، خرج شده، میتونم پولی هم پس انداز بکنم. اما نهایت چی میشه؟ نهایت خداوند به همون $500 شما برکت میده و به اون کسی که $1000 میگیره برکت نمیده. شما میگین بابا این چیه، در حساب 2 تا 4 تاست دیگه، اون در یک سال میگیره 12000، من در یک سال میگیرم 6000، چطور برکت بی برکت میشه؟ اون طرف $12000 میگیره، نصف اون رو خرج دوا و دکتر و 1001 مشکل دیگرش میشه. بچهش مریض میشه، زنش مریض میشه، فرش و ظرف خونه میشکنه، خراب میشه. اما این یکی خداوند بهش تندرستی میده، صحت میده، مشکلاتی براش پیش نمیاد. آخر سال چی شده؟ این پسنداز کرده و اون تازه قرضدارم هست. این هست زندگی مؤمن، برکتی که ما میگیم الله سبحانه و تعالی عطا میکنه. هیچ وقت مقدار رو در نظر نگیرید، برکت رو در نظر بگیرید در امور دینتون. و کسی که بر اساس تقوا و پرهیزگاری زندگیشو عیار بکنه، آماده بکنه، این انسانی است که الله سبحانه و تعالی وعده کرده و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که هیچ تصورش رو هم نداری، از اونجا چیکار میکنه؟ به شما روزی میده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب این دوست عزیزمان نمیخواد صحبت بکنه. تماس دیگری رو میگیریم از برادران تاجیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد محترم، من برادری مهاجر از روسیه زنگ میزنم. بفرمایید برادر عزیز. برادر یک دو سوال داشتم درباره انگشترین، یعنی که چاله نقره برای مرد سنت است یا که سنت نیست؟ همین فهمیده میخواستم. انگشتر یا این علقه‌ای که به خاطر نامزدی و عروسی در دست میاندازن، منظورتان کدامش است؟ انگشتر حلقه‌ای که در دست میاندازن میگن سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی مهرزنی در دستش بود. انگشتر سنت است. انگشتر این سنتی نیست که حتما ما باید به او عمل بکنیم. این جزء عادات پیامبر صلی الله علیه و سلم است و خوب است که انسان
از سنت پیامبر مطابقت بکنیم. یعنی امر نکردن ما رو. انگشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتر نقره استفاده میکردن، انگشتر طلا استفاده نمیکردن. فرمودن که طلا بر مردان امت من پوشیدنش حرام است. اما یک چیز دیگه به نام حلقه ازدواج میگن، یا چله میگن در افغانستان، یا حلقه نامزدی میگن. این رو استفاده کردنش مشابهت با کفار است، چون این نه در سنت است و نه در شاید 100 سال پیش اصلا در بین مسلمان ها رایج نبوده و این از دین نصرانیت آمده. ببینید گاهی اوقات ما میگیم که فلان عمل جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون اگر این عمل جز شعائر دین کفار باشد به خاطر همون جایز نیست. اصل این چله‌ای که میندازن به دست دختر و پسر بعد از عروسی و نامزدی، این در کلیسا صورت میگیره. اصلش چی است؟ میگفتن به نام خدای پدر، به نام روح القدس. بعد در این کلک میگذاشتن میگفتن به نام خدای چی؟ پسر. این یک اصل مذهبی دارد. این علقه‌ای که در عروسی استفاده میشه به دست مرد و زن، این یک اصلی در دین نصارا داره. به خاطر همون استفاده کردنش جایز نیست. اما انگشتر عادی نقره باشد جایز است، از سنگ‌های قیمتی باشد جایز است و اشکالی ندارد. وزنش هم گفتن استاد چی قدر وزن؟ هیچ مهم نیست وزنش هر چقدر، به اندازه پولتان میتونید که وزنش رو زیاد کنید. بله. در کدام انگشتر، در کدام با یک زبان تاجیکی گویم، در کدام چلیگ میگن، در کدام پنجه است ایگو؟ فرق نمیکنه. عادتا در این کلک استفاده میکنن یا در این استفاده میکنن، هیچ فرقی نمیکنه. استاد میتونن که با دست و نشان که در کدامش ما نماز من در یوتیوب میبینم، مثلا میشود که در این انگشت. زنده باشید برادر عزیز، سلامت باشید. رحمه الله نگهبانتون در حق ما دعا کنید. الله مطالب ستان کند. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. شما رو همچنین رحمه. الله زنده و سلامت باشید. من تشکر میکنم از عزیزانی که متاسفانه پشت خط موندن. بازم مشکلی در سیستم تماس ها وجود داره که نمیتوانیم تماس های شما عزیزان رو برای چند ثانیه داشته باشیم. انشاءالله که این مشکل حل بشه. به هر صورت تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودن و الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که همه امور زندگی خودمان را طبق دستورات قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آماده بکنیم و از شخصیت پرستی، از قوم پرستی، از نژاد پرستی، حتی از مذهب پرستی دوری بکنیم و فقط الله سبحانه و تعالی رو بپرستیم و تعصب ما فقط باید در قرآن و سنت صحیح باشد. این اشخاص، کسانی که امروز به قیمت افترا و تهمت بستن به یک برادر مسلمانشون از حکمتیار دفاع میکنن، والله در قبر و در روز حشر این حکمتیار نه یک مثقال ذره‌ای به ثواب تو اضافه می کند و نه مثقال ذره‌ای از گناهان تو رو برمی دارد. اما با اون برادر مسلمانت که توهین می کنی، تهمت می بندی، اهانت می کنی، در پیشگاه ملک الجبار یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اونجا وای میسته، یقه تو رو میگیره و میگه که الان بگو اون حرفایی که در مورد من میگفتی، بیا ثابتش بکن.
یعنی گاهی اوقات شاعر میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تاسیه روی شود ار که در او غش باشد. ما خیلی از علما و دعوتگرانی رو که بهشون بها میدادیم، باور بکنید تا حدی رسیدن که از هیچ توهین و اهانت به خاطر حکمتیار فروگذار نکردن، تا حد شماتت هم رساندن عداوت دشمنیشون رو. و این اشتباس، و این شایسته یک انسان مؤمن و مسلمان نیست که این گونه باشد. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی انشالله. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. آقای انصاری، یک سوال شرعی میخواستم بپرسم. بپرسید. حالا شما از ما مفتی درست میکنید آخر، بپرسید. آقای انصاری، در مورد حکم خودکشی یک کمی صحبت کنید. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که کسی که خودش رو بکشه، به همان وسیله‌ای که خودش رو کشته باشه در روز قیامت حشر میشه، در جهنم انداخته میشه و در طول مدتی که در جهنم میمانه الی ماشاءالله به همون وسیله هر روز خودش رو میکشه. یعنی چی؟ خودش رو عذاب میده. مثلا کسی اومده با چاقو خودش رو کشته، با تیر خودش رو زده، زهر خورده، از جای بالا خودش رو انداخته، در جهنم به همان وسیله عذاب میشه. خودکشی کردن، کسی که خودکشی بکنه جاویدان در آتش دوزخ میمانه و الله سبحانه و تعالی نمیبخشه کسی که خودکشی بکنه. بعد ابدی در جهنم نیست، بعد الله تعالی نمیبخشه؟ والا تا جایی که در احادیث هست یعنی این جاویدان در آتش دوزخ میمانه. اما این که در نهایت انسان‌هایی که مؤمن بودن، به الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشتن، این مسئله اختلافی است بین علما که در نهایت حالا وقتی که الله بخواهد اینها رو به بهشت میبره و یا که نه همانجا جاویدان میمونن. این مسئله است که اختلاف هست بین علما. سلامت باشید، خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این برادر عزیز. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. بفرمایید. بله. بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که بله، اجازه بدید سوال اول شما رو جواب بدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که وقتی که نماز فرض برپا شد دیگر هیچ نمازی خوانده نمی شود. حدیث صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا شما به مسجد وارد شدید که نماز صبح رو دارن به جماعت میخوانن. بعضی مردم شکار میکنن، یا الله اکبر، 2 رکعت سنت رو تند تند میخوانن، 1 رکعت نماز فرضشان ازشان قضا میشه، بعد میرن وای میستن در صف جماعت. این غلط است، اشتباه است. وقتی که اذا قامت الصلاه لا صلاه الا صلاه المکتوبه او کما قال صلی الله علیه وسلم، وقتی که نماز برپا شد هیچ نماز دیگری جایز نیست الا نماز فرض. درست است؟ بعد از اینکه امام سلام داد، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، شما بلند میشید 2 رکعت سنتتان را میخوانید، چون تأکید فراوانی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر 2 چیز شده است. یکی سنت صبح، یکی نماز وتر. پیامبر در حضر و در سفر ترک نمی کردن، چه در سفر می بودن چه در خانه خودشان می بودن ترک نمی کردن.
به خاطر همین مستقیما بعد از نماز، بعد از سلام دادن امام می توانید که 2 رکعت سنتتان را بخوانید. باش، چشم، زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز، خدا نگهدار شما. برزخ وضعیتی است، حالتی است، مکانی است که بعد از مرگ انسان تا برپایی قیامت و حساب و کتاب در پیشگاه الله سبحانه و تعالی انسان‌ها در این وضعیت قرار دارند. طبق احادیث صحیح برزخ برای انسان مؤمن باغی از باغ‌های بهشت خواهد بود و برای انسان کافر و برای انسان گناهکار گودالی از گودال‌ها یا چاله‌ای از چاله‌های جهنم. وضعیت برزخ چگونه هست، چطور هست، ما همین اندازه که در قرآن و سنت ذکر شده میدانیم، بیشتر از اون در موردش نمیپرسیم. ایمان داریم که همچین وضعیتی برای انسان رخ میداد که بعد از مردن ما تا برپایی قیامت ما در وضعیت برزخ قرار داریم. این که برزخ چطوری هست، کجا هست، این مسائلی است که فراتر از عقل و تصور بشر است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشید، زنده باشید. بنده تاجیک هستم، از روسیه تماس میگیرم. بفرمایید. خواستم یک چیز بپرسم. شما در 2 برنامه گذشته و جناب داخل ناخونک حکمتیار گفتیم که حضرت سعدی گفته است که خلاصه چی میخوانید؟ گفته است به خاطر خدا میخوانم، که شما گفتیم که به خاطر خدا نخوانید، ترکش کنید. برای من خیلی جالبه که من نفهمیدم که اون شخص چی میخواند. آن شخص قرآن را به صدای بد میخواند. یعنی الله سبحانه و تعالی به ما امر میکند که وقتی قرآن میخوانید قرآن را با ترتیل بخوانید. ورتل القرآن ترتیلا. الله سبحانه و تعالی امر میکند. ترتیل یعنی چی؟ مخارج حروف رو ادا بکنید، با صدای خوب بخوانید، با لحن بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو با ترتیل میخواندن، یعنی با لحن زیبا میخواندن و از صحابه‌ای که قرآن رو با صدای زیبا میخواندن خواهش میکردن که برایشان قرآن بخوانند، مانند ابن مسعود، مانند دحیه کلبی، صحابه‌ای که صدای زیبا داشتن. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر کردن قرآن میخوانید با صدای خوب بخوانید. بعضیا صدایش خراب است، تجوید صفر، مخارج حروف رو نمیفهمد، قرآن رو اصلا یاد ندارد. حالا این طرف سعدی به اون طرف که قرآن رو با صدای بد میخواند گفت که گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی. متوجه شدید؟ چیزی دیگر خواستم شما بفرمایید. در حق تاجیکان، در حق تاجیکستانیان دعا کنیم، زیرا که تاجیکستانیان خیلی در یک ورطه هلاکت رفته ایستادن. بسیار دین تاجیکستان زیر سوال است، عقیده تاجیکستان زیر سوال رفته ایستاده است. خدا کند که این طاغوت ملعون ابلیس هر چه زودتر الله جانش را قبض کند. آمین. این ملت الله سبحانه و تعالی ملت مسلمان تاجیکستان و همه مسلمانان را از شر ظالمین و فاسقین و مفسدین نجات بدهد. تشکر برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از برادر عزیز. به پایان برنامه رسیم. حدود 20 دقیقه از وقت برنامه گذشته است، اما صدای دلنشین بینندگان عزیز و گرامی سبب شد که تماس ها رو بگیریم. اما
من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که دارن تماس میگیرن و پشت خط هستن. انشاءالله در هفته‌های آینده صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. من یک بار دیگر خواهش میکنم که این برنامه رو از مسیرش منحرف نکنیم. برنامه پرسش و پاسخ نیست، برنامه فتوا نیست، برنامه بیان شبهات نیست. سعی کنید از این برنامه به عنوان یک منبری استفاده بکنید، صدایتان رو به گوش هموطنانتان، به گوش همزبانانتان برسانید. منبری است آزاد، مجانی در خدمت شما عزیزان. یک تماسی رو که زیاد سعی کردن زنگ بزنن این رو هم میگیریم. بله بیننده گرامی، شما چندین بار تماس گرفتید، به خاطر همون خواستم آخرین تماس صدای شما رو هم داشته باشیم. بفرمایید. لطفاً صدای ما را از طریق تلفن بشنوید. بله السلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت. بفرمایید. بله من یک سوال داشتم استاد که وقتی که آدم هر روز سوره یاسین شریف یا رحمان شریف تلاوت کنه برابر است به تلاوت قرآن پاک یا نه قرآن پاک باید هر روز تلاوت شود؟ یکی سوالم بود و در ضمن میخواستم بگویم استاد که خداوند شما را به این جهادی که پیش انداختین مستحکم و ثابت قدم داشته باشه. چون برادر ما که پیشتر زنگ زدن این مسئله از این نیست که کدام خرابی بین دو قبیله باشه یا یک چیزی. مسئله خداوند و قرآن است، کلام الله است که سر هر مسلمان فرض است که باید است کسی که در مقابل کلام الله بی‌احترامی کنه یا هر چیزی که باشه باید همه مسلمان ها باید از یک استند منظم بگیرن و در واقعیت استاد باشن. درست. دقیقا. دیگه استاد شما خداوند همراهتان باشه و یک برادر ما ازش تشکری میکنم عبدالرحمن فاتی هم اونا هم در این باره صدای خدا بلند کردن که خداوند اونا را هم ثابت قدم داشته و باشه و باید همه علما در این اصلا همشان یک جای شوند و در مقابل امی گفتار آقای حکمتیار باید بیستن، به خاطر که مسئله عادی نیست. این میتونه که بسیار انحرافات در میان مسلمان ها برانگیزه و این بسیار یک مسئله مهم است و این یک جهاد کلان است برای همگی. دیگه خداوند همراه شما باشه. شما بسیار در یک حالت امیال هستین که اجر و ثواب به انتها بر شماست، چون شما در مقابل حق استاد هستین و من خواهشم از تمام علما می است که در مقابل حق باید استاد شوند. مثلا که برادرم عبدالرحمن فاتی هم استاد شده. دیگه خداوند همراهتان باشه. خداحافظ برادر. خدا نگهدار خواهر گرامی. خدا نگهدار شما. خواهر گرامی، در مورد قرائت سوره یاسین به شکل روزانه یا سوره رحمان، اکثر روایت ها و احادیثی که در این مورد ذکر شده احادیث موضوع و ضعیف است. حاصل بر این است که انسان همه قرآن را بخواند. مثلا یکی میگه که اگر شما سوره یاسین را خواندی که انه قرآن را ختم کردی. بالفرض اگر این روایت صحیح هم باشد به معنی نیست که شما قرآن را ختم کردی. مثلا در حدیث میاد که کسی که در رمضان عمره بکنه مانند این است که با رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کرده باشه. آیا این حج رو از انسان ساقط میکنه؟ نمیکنه. این ثوابش رو است، ثوابش مد نظر هست کسی که عمره ای میکنه در ماه رمضان. در مورد بعضی از سوره ها و آیات اگر که احادیثی که ولو این که صحیح هم باشد ذکر شده به معنی نیست که شما قرآن رو ختم کردید، بلکه اجر و پاداش مضاعف گرفتید. حدیث صحیحی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون شک در این مورد روایت شده این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که کسی که یک حرفی از قرآن را تلاوت بکنه برای او 10 ثواب است. الان در حدیث می‌فرمایند که نمیگویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام دیگر حرف است، میم دیگر حرف است. یعنی شما بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم
این رو خواندید شما 30 ثواب گرفتید الان طبق وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم و خداوند برای هر کسی که بخواد بیشترم میده. پس اصل بر این است که همه قرآن رو انسان باید حداقل ما یک بار ختم بکنه، نه اینکه فقط سوره های مخصوصی رو در روز بخوانه. بعضی از سوره ها هستن که در احادیث صحیح ثابت شدن که ما باید این سوره ها رو بخوانیم، مثلا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. این دو سوره رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت صحیح هست که این رو بعد از نمازهای فرض باید خواند، وقت خواب باید خواند، وقتی که اذکار صبح میگویید، اذکار شام میگویید، اینها رو باید بخوانید. در وقتی که مثلا فرزندانتان را رقیه شرعی میکنید باید بخوانید. اینا از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. مثلا خواندن آیت الکرسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از خواب بیدار شدن، انگام اذکار صباح، اذکار شام، انسان باید این رو بخوانه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. سعی کنید که اگر میخواهید اجر و پاداش واقعی طبق احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ببرید، حداقل روزی 1 صفحه از قرآن رو، این ورد روزانه رو داشته باشید. حالا قرآن رو در 1 ماه ختم کردید، در 2 ماه ختم کردید، اینکه یک مسلمان باید حداقل روزی 1 صفحه از قرآن کریم رو، یعنی این دیگه لازم و ضروری است که انسان باید تلاوت بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني